سلام دوستان، با یه شلوار اندازه زنونه مدل دار در خدمتتون هستیم. شلوار دو پیله است، تمام شلوار آزادیه. قبل از هر کاری پارچمون رو گونیا میکنیم که توی یه راه در بیاد. کمر شلوارمون از بالا هر چقدر خط داریم رد میکنیم. فاق شلوار، زانو شلوار و خط شلوار تعیین میشه. چون شلوار رو عرض کردم پیله دار آزاده، معمولا نصف باسن میگیرن چون تقریبا فاق بلنده. 50 تا باسن داره، 25 تا چون 1 سانتی هم تخت میگیم. 96 تا قد شلواره، 6 سانت زاپاسه. زانو رو معمولا میخوام به دست بیارم، هرچی قدمون هست نصف میکنید، بعد 1/10 میاد پایین به سمت پایین تنپا. 5 تا چند میل بیشتر شد اشکال نداره چون معمولا زانو پایین تر. فاقتون رو، زانوتون رو، تنپاتون رو گونیا میکنید. شلوار دو پیله تقریبا بزرگ براتون نظر میگیریم. 25 تا 27 تا نصف باسنشه. اون به اون پیلی هایی که میخواییم. من 4 سانت برای پیلیش گذاشتم، 1/10 برای فاق. این همونجا که مترمون هست، هر چی هست اینو با هم نصف میکنیم که تای شلوارمون در بیاد. شلوار ساسوندار معمولا این بهش اضافه میشه، شلوار ساده این بهش اضافه نمیشه، همون 1/10 میانه قدر. این هر چه که بود این میاد برای تعیین کمرمون. تای زانومون رو میخوایم، تای شلوارمون رو میخوایم به دست بیاریم که عرض کردیم هرچی نصف بدون با هم گونیا کنید که بتونید دمپا و زانوتون رو توی یه راه پارچه بتونید در بیارید. قبل از هر چیزی عرض کردم از بالا به پایین، پایین به بالا فرقی نمیکنه، ولی بالا به پایین شروع کنید بهتره. 32 تا بود، اینم 32 تا. ما کمر چند تا داریم؟ کمر 35 تا داریم، نصفش میشه 17.5. 2 سانت دوخت میره میشه 19.5. ما بقیش ساسونه، عرض کردم ساسون پیله دار خیلی بزرگیه. 12 سانت من برای اینا پیله گذاشتم. ساسون های خیلی پیله دار قشنگ تا پایین میشینن. الان چون دوخت حاضر نیست نشون نمیده خودشون. زانو شلوار ما 26 تاست، نصفش 13 تا از اون 13 تا از این. دمپوی شلوارمون هرچی میخوایم بگیریم از اینجا تعیین میکنیم. برای 25 تا من دمپو گرفتم، 12.5 25 تا.
کنترل شلوار ماست. از پایین 1/4 کمر که ببینید این میشه پیلی. هرچند پیلی هایی که چیز داشته باشیم عمق پیلی همون هرچی بیشتر بشه اینم شلوار پیلی داره. ما دختر اومده. همون پایین که هستیم 2 سانت زاپاسامون رو میذاریم چه دمپا چه زانو. بعدا شروع میکنیم به کنترل کارمون. اولا از باسن در رفته 4 سانت میل عقب‌تر. بالا پشت شلوارمون گفتیم چند تا کمر داریم، 35 تا نصفش میشه 17.5. 17.5 4 سانت برای ساسونش، 4 سانت هم برای زاپاس به اضافه دوخت که هر دو طرف میره میشه 6 سانت. برای کنترل باسنمون 8 سانت 8 سانت و نیم میایم بالاتر. باسن شلوارمون رو کنترل میکنیم به اضافه ساسونی که داریم. نصف باسن 25 تا. 1 سانت اینجا دوخت میره چون 1 سانت پیش رو در نظر گرفتیم. 3 سانت زاپاسمونه. برای آزادی ساسون پیله دارش 3 سانت هم اضافه میکنیم. ران شلوارمون 35 تا. چند تا 35 میشه 70. 4 سانت 74 معمولا میشه چون شلوار ما از ترپیل داره و خیلی گشادتر بگیریم. بالا پشت شلوار